روزتان بخیر بینندگان ارجمند رادیوی آزادی. امروز سه‌شنبه 29 ایول است و این برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی. برنامه را کارمندان ما در تاجیکستان و پراگ آماده کردند. حالا توجه کنید به موضوعهای اساسی این نشر. مقامات روسیه اصرار می‌ورزند که عبدالرحمن رحیموف 67 ساله رهبر جمعیت تاجیکان شهر اوفا در بازداشتگاه با سبب‌های طبیعی وفات کرده است. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفت از رهبر روسیه ولادیمیر پوتین تا رفت بیشتر ناامید می شود و ضرب الاجل ختم جنگ را تا 10-12 روز کم می کند. من به پوتین یک فرصت دادم ولی او از آن استفاده نبرد. وزیر انرژتیک تاجیکستان گفت تامین نامنظمی برق اساساً در ولایت سوغ جای دارد، اما ساکنان دوشنبه و دیگر منطقه ها با این گفته ها راضی نیستند. خیلی زن ساعت 9 میکشنش تا ساعت 4 میگم روز که بکشنش دیگه خیلی خسته‌ای بود، هر روز بکشنش نمیکشد. در یک بازداشتگاه شهر اوفای باشقردستان صاحبکاری معروف و رئیس جمعیت تاجیکان این منطقه عبدالرحمن رحیموف درگذشته است. سنه دقیق مرگ او معلوم نیست، ولی درباره درگذشت او روز 27 ایول اولین بار مطبوعات محلی با تکیه به مسئولان اداره زندانهای باشقردستان خبر داده است. در شرح مقامات مسئول سبب مرگ او طبیعی نامیده شده است. رحیموف کی بود و چگونه درگذشت؟ در گزارشی از همکارم میرزا نبی خالقزاد. مطبوعات باشقردستان درباره در بازداشتگاه شهر اوفا درگذشتن رئیس جمعیت تاجیکان عبدالرحمن رحیموف خبر داده است. خبری درگذشت رحیموف را که سال 2023 با اتهام تمجویی از کارمندان بازار بازداشت شده ماه گذشته به 13 سال حبس محکوم شده بود، روز 27 ایول نشر کردند. مقامات در تاجیکستان در این باره هیچ خبری نشر نکردند و تلفن‌های کنسولگری تاجیکستان در شهر اوفا را هم روز سه‌شنبه کسی نمی برداشت. عین زمان به نوشته نشریه چسنه رپورتاژ عبدالرحمن رحیموف 67 ساله بعد قبول دوش در بازداشتگاه خود را بد حس کرد و با وجود کمک اضطراری طبی جان داد. منبع‌های این نشریه گفتند که در بدن رحیموف نشانه‌های مرگ مجبوری مشاهده نمی شود. سبب مرگ او را طبیعی ثبت کرده به نوشته نشریه قرار است او را در تاجیکستان دفن کنند. پروفیرو سامانه دیگری که خبرهای باشقردستان را نشر می‌کند نوشته است رحیموف سال 1957 در تاجیکستان تولد شده، از سال 1993 در شهر اوفا زندگی می‌کرد. در باشقردستان مرکز فرهنگی تاجیکان با نام اسماعیل سامانی و سازمان پیوند یک را رهبری میکرد و با وجود اتهام قانونشکنی در میان صاحبکاران و جمعیت تاجیکان از احترام و اعتبار برخوردار بود. این نشریه می نویسد که رحیموف در بازار محلی زاتانسکی صاحب شرکت‌های تجارتی بود و برای تاجران محلی پول قرض میداد. تصدیق درستی این اتهام و یا امکان سنجیدن این پرونده از راه‌های مستقل وجود ندارد و معلوم نیست تا کجا رحیموف اتهام دادگاه را قبول کرده است یا نه. مرگ مرموز رحیموف در بازداشتگاه باشقردستان در حالی است که یک ماه پیش در پی ریدهای پلیس یکترینبورگ دو صاحبکار بازار محلی و عضو جامعه آذری تبارها بعد بازداشت پرخشونت پلیس جان دادند. حکومت پرزیدنت آذربایجان ایلهام علیف که این حادثه ها را محکوم و با حکومت پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین وارد اختلافات سیاسی شد، از روی ماده کشتار پرونده باز کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت مهلت تعیین شده برای سازش آتش بس با اوکراین را که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه داده بود تا 10-12 روز کم میکند. در حالی است که نارضایت از بمباران پیوسته اوکراین و نبود پیشرفت به سمت خاتمه جنگ و برقراری صلح می‌افزاید. تفصیلات از همکارم طاهری سفر. دونالد ترامپ در این باره روز 28 ایول در شهر تورنبری در شوتلندیا صحبت کرد و خبرنگاران گفت از پوتین بسیار ناامید است و نیاز به صبر برای پایان مهلت 50 روزه که اول ماه جاری تعیین کرد ندارد. او از مسکو خواسته بود در مدت 50 روز با اوکراین سازش صلح بندد وگرنه تحت تحریمات سخت‌تری قرار می‌گیرد. من از امروز مهلت نوی 10 تا 12 روزه تعیین می‌کنم.
وقتی شما با کسی به اندازه کافی معامله داشته باشید میفهمی که چیکار خواهد کرد و یا چیکار نخواهد کرد. من به پوتین یک فرصت دادم ولی او از آن استفاده نبود. دونالد ترامپ بعد اعلان مهلت کوتاه‌تر افزود ممکن است ما هنوز هم با روسیه به سازش برسیم ولی اکنون بسیار دیر شد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه گذشته گفت که صبر ترامپ در برابر مسکو کمتر می شود و او دیگر قصد صبر کردن هم ندارد و به عاقبت‌های احتمالی بسیار جدی برای روسیه اشاره کرد. اوکراین از بیانیه دونالد ترامپ استقبال کرد. اندری یرماک رهبر دفتر ریاست جمهوری اوکراین در تلگرام نوشت ما با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای موقع قاطعانش و پیام روشن که صلح از روی قدرت به دست می آید سپاس می گوییم. روسیه تا کنون به بیانیه دونالد ترامپ واکنش نشان نداده است. هیات‌های اوکراین و روسیه روز 23 میون در ترکیه درباره صلح گفتگو کردند ولی در این دور مذاکرات که از روز 16 می آغاز یافت پیشرفتی ناچیز حاصل شده است. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. در نشست نقشوی وزیر انرژتیک تاجیکستان خبرنگاران سوال داغ‌ترین برای اهالی برق کشی ها را مطرح کردند که همکنون در گرمای تابستان هم مشاهده می شود. وزیر دلیر جمعه پایان هفته گذشته در ملاقات با خبرنگاران تلاش کرد مشکل را ناچیز نشان دهد و گفت که قطع برق حالا بیشتر در شمال تاجیکستان هست ولی ساکنان بسیار دیگر منطقه ها از جمله شهر دوشنبه با چنین پاسخ وزیر راضی نیستند. وزیر چی گفت و نظر ساکنان چیست؟ از گزارش همکارم برات یوسفی میبینیم. وزیر انرژتیک تاجیکستان سبب قطع پیوسته نیروی برق در فصل گرما را که مردم را ناراضی کرده است به حرارت بلند این سال ربط داد. او گفت قطع نیروی برق بیشتر در ولایت سوق مشاهده شد. مخصوصا در ماه ایول و قسما در ماه یون لیکن اساسا در ماه ایول در بعض موردها محدودیت برق جای داشت نابسته از آن که اقتدارهای یعنی استحصالی انرژی برق بسنده بودند لیکن از حساب از بس که حرارت باد و هوا بسیار گرم بود این البته تاثیر تکنولوژی با کار تجهیزات ها مخصوصا در شبکه های برقی رسانیده بود. اگرچه وزیر انرژتیک گفت که حالا مردم 24 ساعت در شبانه روز با نیروی برق تامین هستند اما چندی از ساکنان دوشنبه گفتند که هنوز هم خانه های آنها را برای چند ساعت از نیروی برق محروم میکنند. سببش نمیدونه دینا سویتامون قریبی 1 ساعت یا 2 ساعت نبود برای که ما چی داریم در واتساپ گروپ داریم امو رئیس دوم یا که امو میگن خدمت رسانی همون دوم ما میگن که گورسفت زنگ زنید فهمیده ماند که برای چی از چی سبب سویت نمیشه نیستد یا خیلی زن ساعت نه میکشنش ساعت 4 میگم روز که بکشنش دیگه خیلی خسته‌ای بود هر روز بکشنش نمیشه در روز بعد یک هفته یک روز 2 روز هم خیلی لیمیت و یا محدودیت در تامین نیروی برق در تاجیکستان اکثرا در فصل‌های تیر ماه و زمستان دیده می شود چون کشور قادر به تولید کافی نیروی برق نیست. اما نیروگاه‌های برقی در تابستان همیشه بیش از طلبات نیرو حاصل می‌کنند و از این رو این سوال در ذهن مردم ایجاد شده است که چرا مقامات آنها را در فصل گرما هم به برق می‌گذارند. حکومت تاجیکستان سالهاست تامین استقلال انرژتیکی کشور را از اولویت‌های کاری خود می‌نامد اما به سبب تأخیر در اجرای این وعده‌اش همیشه تنقید می‌شنود. در یک ماه اخیر در ناحیه جبار رسولوف 2 حالت مرگ مرموز ساکنان یک دهه به قید گرفته شد. پیوندانشان میخواهند تحقیق عادلانه برپا شده سببگاران این فاجعه ها به جوابگری کشیده شوند. مقامات محلی میگویند متخصصان و مفتشان ورزیده پی آشکار کردن جنایت هستند. عین زمان به این حادثه ها با چی سبب مهر مخفی هم زده شده است؟ فرزان محمدی تفصیلات میدهد.
خانواده عبدالرحیموف یک ماه باز ماتم دارند. شب 26 به 27 ایون ظریف عبدالرحیموف 38 ساله سردار خانواده در نزد فرزندانش از جانب 2 نفر شخص نقابپوش به قتل رسانیده شده است. گلصنم عبدالرحیموف و همسر ظریف میگوید آن شب در بیمارستان قرار داشت. به گفته او شوهرش را در نزد درآمدگاه خانه‌اش با کارد زخمی کرده کشتند. آمدیم پول سورگم بله. پول پرسیدگی است، بچه هایم نمیدونیم گفتند. هیچ چیز رو از خانه نگرفته است. حتی یگان ایز نگذاشته است که 1 ماه باز یافتن نمیتوانند. به گفته نورسان آن شب ظریف با دخترانش در بالای ماشین پورتر در حولی خوابیده بود. پس از داد و فریاد فرزندان پدر بیدار شده به طرف حجره پسران می رود. اول سوراخ خالده بس هیچتمان ایتمدیک که قلمز در قمزی قوی بایلاده کوزمز بلن آغزمز سکاش لاده. وقتی ما هیچ چیز نگفتیم به دست و پای و چشمانمان سکاچ کرد. در همین حالت پدرم آمدند. بعد من ترسیدم که حاضر به پدرم یگان زیاد می رساند. یک علاج کرده سکاچ را کنده از جای خستم که آنها به طرف صحرا گریختند. بعد داد و وای کرده همسایه ها را جیغ زدم و دیدم که پدرم در پیش چشمم جان دادند. مقامات انتظامی بعد رخداد حادثه پرونده جنایتی باز کردند و تحقیق ادامه دارد. اما بنابر داشتن مهر مخفی مسئولان جزئیات پرونده را آشکار نمی کنند. اولینبک یولداشزاده رئیس ناحیه جبار رسولوف گفت که تا حال گمانبران دستگیر نشده‌اند. کارمندان سابقه دار متخصصان صاحب تجربه از وزارت کارهای داخله، از ریاستی کارهای داخله، از پروکراتوری گنرالی هم ولایتی آمده عین حال کاربری کرده ایستادند. من باوری دارم که روزهای نزدیک این جنایت آشکار کرده میشه. هالدانها و چندین ساکنان دهه سرچشمه جماعت گلخانه گفتند مقامات تفتیشاتی بسیاری از ساکنان را به بازپرسی دعوت کرده و برخیشان را بازداشت کردند. در روزهای اولی بعد رخداد حادثه یکی از پیوندان ظریف عبدالرحیموف یعقوب ابراهیموف 50 ساله را هم مسئولان مقامات به ملیسه‌خانه و دادستانی برده عاید این مسئله پرسان شدند. ولی بعد 1 هفته قتل ظریف عبدالرحیموف او نیز سنه 5 ایول به طور مرموز جان باخته است. پیوندانش گفتند که خودکشی کرد و رئیس ناحیه میگوید تفتیشات مرگ او نیز ادامه دارد. منم شونکه ویلیمان که آبار ریابتم قین یابتم من کوزم بلند کورگانم یا با اونجا برده عذاب فشار میدادند یا نه من به چشمم ندیدم. لیکن هر بار که به پروکراتور و ملیسه‌خانه دعوت کنند اکویم میترسیدند. من به این چیز حیران شده ماندم. این حادثه در خانه امکم شده است. کشتارهای مرموز شهر کانیبادام در 2 سال اخیر در منطقه سوخت مردم را به تشویش آورده بود. مقامات آخر سال گذشته چندین نفر را در کشتار بیش از 20 ساکن آن شهر بازداشت و سپس به سالهای طولانی محکوم به زندان کردند. فعلا 2 شهروند قرقیزستان را در پیگرد رسمی قرار دادند. ولی این حالتهای نو و یافت نشدن عاملان آن در دیگر منطقه شمالی تاجیکستان تشویش‌های مردم را دوچند کرده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه جبار رسولوف. شهردار سنت پتربورگ فرمان داده است که مهاجران کاری از حق تکثیرانی در شهر تا آخر امسال محروم کرده شوند. دفتر مطبوعات شهرداری روز 29 ایول خبر داد که قرار مذکور الکساندر بیگلوف رئیس شهر امضا کرده است و آن تا 10 روز دیگر حکم اجرا میگیرد. به اساس این قرار شهروندان خارجی که بر اساس پتنت کار میکنند حق ندارند تا آخر سال 2025 تکثیرانند گفته شده است. در این قرار آنها را هم که ماشین اجاره گرفته تکثیرانی میکنند از حق این کار محروم میسازند. برنامه در همینجا به انجام میرسد. تشکر که با ما بودید. بینندگان ارجمند، مطالب بیشتر را میتوانید از سامانه رادیوی آزادی، صحیفه های اجتماعی ما دریافت کنید. شماره تلفن و سراغه های ما در سامانه آزادی.org و همه صحیفه های آزادی در شبکه های اجتماعی هست. خدا نگهبان.